خب یه دقیقه وایسا، کارت دارم. لازم نکرده کارم داشته باشی، ولم کن. چقدر ادا داری؟ من که کاری ندارم که. اگه کار نداری پس بشین سر جات دیگه. من که نشسته بودم، تو خودت شروع کردی. چی شروع کردم؟ پرسیدم انگشت چیزی شده اینجوری گرفتی سمت هوا همین. خب بهش میگن شروع کردن دیگه. آقا ولم کن، دست از سرم بردار دیگه. سلام. خیلی خوش اومدید دوستان، خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که امروز اینجا دور هم هستیم و میخوایم از دردها، رنجها و آلاممون بگیم که با حال بهتری از در این اتاق بریم بیرون. عرض کنم که من دکتر مستجابیان هستم، رئیس این مؤسسه، ولی چون منم امروز بخش شما خوبید؟ بله. چون امروز منم یکی از شما، میتونید منو سهیل صدا بزنید. هدف ما اینجا اینه که از امروز ببخشید شما چرا نمیشینید؟ من میخوام بشینم، ایشون نمیذارن. چرا نمیذاری ایشون بشینن؟ من کاریشون ندارم که. اگه کاری نداری بپرسی انگشت تو برای چی گرفتی سمت هوا؟ چیزی شده انگشتتون؟ شما میخواین انگشتم؟ نه عزیزم بفرمایید بشینید. بذار من انگشتم. نه خواهش کردم بفرمایید بشینید. مرسی. بفرمایید. بله. داشتم میگفتم شما مطمئنی که نمیخواین انگشتم؟ بله عزیزم، گفتم نمیخوام ببینم. مرسی. عرض میکردم که اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم. من دکتر مستجابیان هستم، رئیس این مؤسسه، ولی چون امروز منم یکی از شما، میتونید منو سهیل صدا بزنید. چند بار خودتو معرفی میکنی؟ یه بار گفتی دیگه عشق من. نیاز به صمیمیت یه جور مشکل روانیه. اینجور آدما با تاکید روی اسم کوچیکشون میخوان ایجاد دوستی کاذب بکنن. نه چه بسا میتونه نتیجه کمبود اعتماد به نفس باشه که طرف میخواد با ایجاد صمیمیت عقده تایید طلبی شو دفع. نه من فقط اتفاقا به نظر من میتونه یه جور روشن فکر نمایی افراطی باشه، یعنی در واقع طرف میخواد بیاد توی جمع بگه من پیشرو هستم اینجا. بابا دوستان، من فقط یه لحظه حواسم پرت شد، این همه خودشیفته، عقده‌ای، اقتدارگرا، متکبر، خرس. تموم شد؟ عزگر. خیلی خوب. شما خودتون رو معرفی کنید لطفاً. سلام، من پینو هستم، یه آدم. بله خب میدونیم آدمید. گفتم بگم یه وقت فکر دیگه ای نکنی. بعد پینو اسمتونه یا فامیلتون؟ اسممه، فامیلی هم هست کیو. کیو؟ پینوکیو؟ یعنی همون پینوکیو؟ بله. یعنی همون پینوکیویی که باباش پدر ژپتوئه؟ بله بود البته، خدا بیامرزه، عمرشونو دادم به شما. دوستان یه لحظه ببخشید میدونید که ایشون پینوکیو واقعی نیست که. چی؟ چه حرفیه میزنی؟ همه میدونن پینوکیو عروسک بود. تاش آدم شدم دیگه. قصه‌مو تا نخوندی مادر جان؟ قصه که نه، من کارتونتون دیدم، فقط تاش برقا رفت. چی شد راستی؟ ببخشید من شما رو قبلا جایی ندیدم. بنده رو خیر. قیافش برای منم آشناس اتفاقا. حتما با یکی اشتباه گرفتی دختر. جانم من چیزی نگفتم. شما نمیشینید؟ نه. چرا؟ یه داستانی داره، فعلا زانوم خم نمیشه. یعنی شما همون پینوکیویی هستی قبلا چوبی بود؟ به گذشته آدم چیکار داری؟ سوال یه چیزی بوده تموم شده رفته دیگه. مهم اینه که الان من آدمم عین همه شما. اوه، یعنی همون پینوکیویی که هیگول اون روبه و گربه رو میخورد دیگه. نخوردم. همون که رفت سیرک خر شد، همون که راه میرفت صدای پاشنه بلند میداد. بس دیگه، بس از سر گذشته من بردارین. گفتم مهم اینه که الان من آدمم عین همه شما. خیلی خوب. شما خودتو عصبانی نکن گل من. شما خودتون معرفی کنید. من شازده هستم، همون که قبلا کوچولو بود ولی الان دیگه شازده کلفتی شدی واسه خودت. دوستان یه وایس نمیتونه آدم بده اینجا. خواهش میکنم خوب گفتم زنگ میزنم دیگه. خوب نیست همدیگه رو مسخره کنیم. قشنگ گیری افتادیم. یعنی همون شازده کوچولوی کتاب اگزوپری هستی؟ بله اگزوپری. اوه، یعنی همونی که بین سیاره ها سفر میکرد؟ با یه روبای کوچولو هم دوست شده بودی؟ با یه خلبان افتاده بود تو بیابون. بس دیگه، دست از سر گذشته من بردارین. گفتم مهم اینه که من الان آدمم عین همه شما. کی با گذشته تو کار داشت پسرم؟ ببخشید من یکم رو گذشته حساس شدم. شما مطمئنید من شما رو قبلا جایی ندیدم؟ من حقیقتا قیافم یه جوریه که همه میگن یه جایی دیدم. نه آخه لباست هم یه جوریه، من فکر میکنم یه جایی دیدم. از قضا لباسم هم همچنین، اونم همه فکر میکنن یه جایی دیدن. عجیبه ولی من مطمئنم قبلا شما جانم. من چیزی نگفتم. آها انگشتتون همش بالاست. این مدلشه. یعنی همیشه اینجوریه؟ همیشه. خب بیارش پایین. نمیشه. خب یه کار دیگه‌اش کن. این میشه. آفرین مرسی. خودت هم معرفی کن لطفا. من پتروس هستم. پتروس دروغگو؟ نه اون چوپان دروغگو بود. من پتروس فداکار هستم. که دهقان فداکار بود. نه اون پسر عمومه که خودش انداخت جلوی قطار.
من دیگه مهاجرت کردم رفتم یه جایی انگشتمو کردم تو سوراخ سر. عجب گیری افتاد. لابد شما هم شنل قرمزی هستید. وا از کجا فهمیدی؟ پیش همینجور حد زدم. و شما؟ من هیچ چی نیست. وایسا یه لحظه برگردیم بریم. آها تو آقا گرگه ای. ناموس من گفتم تو رو قبلا یه جا دیدمه. بله ایشون قبلا توی جلسات من شرکت کرده بود. ببین اصلا کار خوبی نمیکنه هویت خودت مخفی میکنیم یا اینجا. سهیل من اگه میدونستم چیزی به جز آدمم اینجا رو آمدی پامو اینجا نمیذاشتم. بقیه‌شون کجا قایم کردی ها؟ گربه نره روبای مکار. بفرما. به خاطر همین قضاوت هاست که من این هویت خودم رو مخفی نگه میدارم. قضاوت؟ این فلان شده منو قورت داده قبلا. نه پس میخوای قورت ندم. چیکار انتظار داری بکنم؟ وقتی با شنل قرمز راه میافتی تو جنگل خرامان راه میری انتظار داری خورده نشی؟ نه عزیزم اینا نصف عقده‌ای یا نصف وحشی. شما نمیخوردین جای من باشین؟ 100%. بفرما اینا همشون گرگن فقط ظاهراشون شبیه آدمه. آدم با من آقایون خواهش میکنم شما به هر دلیلی و به هیچ وجه حق ندارید امنیت این خانوم یا هر خانوم دیگه ای رو چه تو جنگل چه تو خیابون چه تو تاکسی چه تو اتوبوس یا هر جای دیگه هر رنگی هم پوشیده باشه به خطر بندازید. حتی اگه توی سیاره دیگه باشه، حتی اگه توی کهکشان دیگه باشه، حتی اگه چوبی باشه، حتی اگه پلاستیکی باشه، حتی اگه پلنگم بود، حتی پلنگ، خرس، خر، هر چی بود شما حق ندارید اذیتشون کنید. همینو بگو. مگه جنگل و خریدی اصلا تو؟ بعدش هم من پرسپولیسی هم قرمز دوست دارم. باید قورت بدی منو؟ نه خانم اصلا اگه من میدونستم تو پرسپولیسی اصلا سمتت نمیومدم. خواهش میکنم اصلا منظور من اینه. نه زشته، قبیحه. این بحثای رنگی واقعا زشته. ما همه باید طرفدار تیم ملی باشیم. منظور کلیم اینه که هر کسی که شنل قرمز میپوشه پرچمش بالاست. هر کسی که شنل قرمز میپوشه معنیش این نیست که میتونید اذیتش کنید. تو هم زیادی داری رو شنل قرمز من تاکید میکنی ها. اگه میخوای قورتم بدی بگو. خانم من دارم از شما دفاع میکنم. نه ولی انگار اعتقاد داری بهترین دفاع حمله است. بفرما. من که میگم کرمک خود درخته این کلا مشکل داره. اصلا مشکل از من؟ مامان بزرگمو چرا خوردی؟ به پیرزن 80 ساله هم رحم نمیکنی نه؟ آقا این دردش اصلا رنگ شنل و اینا نیست، این کلا چشاش گشنه است. اینها اینم لباسای مامان بزرگ من بود تنش. ازگر؟ من؟ ببینم شنگول منگولم تو نخورده بودی؟ این کلا بخوره. نه تو خوبی انگشتو میکنی سوراخ سطح. البته ایشون قصدشون نجات روستاشون از سیل بوده مگه نه؟ نه من داشتم رد میشدم دیدم یه سوراخی توی سده. بعد این انگشتم اینجوری کردم توش. بعد دیگه هر کاری کردم در نیومد. دیگه صبح پا شدم دیدم اهالی روستا اومدن سردست گرفتنم دارن دور روستا میچرخوننم. خب چرا انگشتتو کردی اون تو؟ نمیدونم. همینجوری بی خودی. خب به هر حال من کردم. اصلا مشکلاتم هم از همونجا شروع شد. مشکلات چه مشکلاتی؟ مشکلات شهرت. تا به خودم اومدم دیدم اسمم همه جا هست، حتی تو کتابای درسی. سلبریتی شدم واسه انگشت سوراخ کردن. دیگه این شد که هی ادامه دادم. یعنی هی انگشتتو کردی تو سوراخ سر؟ نه سوراخ کلید، سوراخ دماغ، سوراخ گوش، سوراخ موش، سوراخ گوش، دیزه بر. نه پریز من خیلی خطرناکه. خیلی خوب فهمیدیم خیلی ممنون. هیچی دیگه. حالا همین انگشت یهو شد باعث ترس همه. دکتر نمیدونی بی‌اعتمادی چه اثر بدی رو گذاشته. خیلی سختی کشیدم. بیشتر به نظر میاد بقیه سختی کشیده باشن. آقای دکتر خواهش می‌کنم. همین خواستم نشون خب عزیز من تو اگه یه خورده این سندروم انگشت بیقرار تو کنترل کنی بقیه بده اعتماد میکنن. آقا ببر خودتو راحت کن. پینوکیو هم قبل تو این هوا دماغ داشت. برید راحت شد. تو به دماغ من چی کار داری پسره که بی سیاره؟ چرا دست از سر گذشته من بر نمی‌داری؟ پینو جان خودتو عصبانی نکن. لزومی نداره از گذشتمون فرار کنیم. بهتره که ازش درس بگیریم برای ساخت آینده بهتر. نه. تو در گذشته عروسک بودی؟ بنده خیر. پس بیجا میکنی راجع به گذشته من نظر میدی. با تک تکتونم هستم. بجز خفه شو بابا. با تک تکتونم هستم. حالا 2 روزه واسه ما آدم شدی. تو یکی به من پوزه رو تو خودم نیومدم میخش کنم. ببین دیگه چوبی نیستی تو حلقومم گیر کنی. پا میشم اینجا جر دیدم. ببین من شنل قرمزی نیستم. پا میشم. نه بس زشته. تو هم کار خوبی نمیکنه هی میخوای آدمو بخوری. آدم منو گفته خانم. صحبت نکن بابا. هر چی میکشیم زیر سر شما آدماست. چطور آقا شیره هر کاری دلش میخواد میکنه، هر چی بخواد میخوره، میشه سلطان ستون. میدونی چیه؟ تقصیر منه که نگرفتم روتون. من گرگم، گوشت میخورم، هویج کرفس که نمیتونم بخورم. آها پبی خودی رنگ شنل منو بهونه نکن. بگو قورتت دادم چون مریضم.
البته فکر کنم قصد قورت دادنتون رو داشتن، چون به نظر نمیاد شما رو قورت داده باشن. اولا که قصد قورت دادنم به بدی خود قورت دادنه، بعدش هم اتفاقا قورت داد کامل. خانم آخه اینجا تشریف دارید الان؟ مشکل منم همینه دیگه. فکر می‌کنی من دوست دارم همش بیام اینجا؟ اون از شنگول و منگول که خوردم، ننه‌شون اومد با چاقو شکممو پاره کرد. ایشونو وقتی قورت دادم آقای هیزم شکم با تبر اومد شکممو جر داد. شما اصلا میدونی پایین چه خبره؟ من رفتم دکتر به من میگه چند تا شکم سزارین کردی. شما یه نگاه نه خیلی خوب خیلی ممنون، نیازی نیست. اصلا پیلو جان شما از مشکلتون بگید. من مشکلی ندارم. اصلا کی گفته من مشکل دارم؟ چرا دست از سر گذشته من بر نمی‌داری؟ بابا پینو جان کی با گذشته تو کار داره؟ من گفتم حتما یه مشکلی داری که شرکت کردی تو این جلسه تراپی جمعی. خیر، من با آدمیتم در صلح و آرامش کاملا. من نگاه کن، الان به عنوان یه آدم هویت جدیدم رو پذیرفتم و حرف هیچ کدومتون ذره‌ای برام ارزش نداره. چیزی شده؟ خیر، اوضاع کاملا تحت کنترل، امور در دست ماست. فقط خدا لعنت میکنه اون جراح زیباییو که 100 بار گفتم دماغو به زانو پیوند نمیزنن. خیلی خوب اصلا بحث رو عوض کنیم. شما از مشکلتون بگید. من اعتیاد دارم. آخه میخوای بگی از کجا شروع شد؟ من عاشق گلم بودم. آخه به عشقش میگه گلم. نه گل بود واقعا، تنها گل سیارم. گل واقعی عاشق گل بودی؟ آره. بفرما. بعد شما به من میگی مریض. یعنی از عشقت به گلت معتاد شدی؟ نه قدرشو ندونستم ولش کردم. بعد دیگه همه سیاره ها رو زیر و رو کردم تا اینکه فهمیدم تنها عشق حقیقی گل منه که باید اهلیش کنم. آخه چه لطیف. من که میگم این انگشت منو لازم داره. پتروس جان خواهش می‌کنم یه لحظه اونو کنترل کن ببینم چی میگه. یعنی از دوری گلت معتاد شدی؟ نه رسیدم زمین سر اولین چالا دیدم یه نفر یه دسته گل دستشه. اونجا بود که فهمیدم گل من تنها گل جهان نیستش. آخه چه غمگین. پس اینجوری شد که معتاد شدی؟ نه تازه فهمیدم چقدر گل‌های متفاوتی توی جهان هستش و این که میگن هر گل یه بویی داره یعنی چی. این شد که دیگه افتادم از این گل فروشی به اون گل فروشی. روز، گلایون، ارکیده، آلاله، لیلیوم، مریم، شیپوری. نه آخه چه هرزه. یه موی من شرف داره به 100 تا اینا. اون وقت انگشت من میترسم. پس این شد که معتاد شدی؟ نه دیگه پولام که تموم شد رو آوردم به گلایه توی پارکا. یه روز داشتم گل بو میکردم یه آقای صدام زد گفت دنبال گل میگردی؟ گفتم آره. گفت بیا. رفتم یه چیزی داد دستم شبیه گل بود ولی گل نبود. دیگه از اون روز درگیر این گل لامصب شدم. هیچ رقمه هم نمیتونم بذارمش کنار. خب نه اون گلی گل منو اذیت نکنین، چشاشو تر نکنین. بعد من یکی کسی سمتش نیاد. ریششو خواهش می‌کنم دوستان نظم اینجا رو رعایت کنید. اینجا حرمت داره نه لذت. خیر سرت آدمی ها، یکم همدردی به خرج بده. ببخشید اون وقت گل خودتون چی شدین وسط؟ سپردم به همسایه بالایی. اوه فکر کنم من اینجا رو ترک کنم بهتر بشه. یعنی چی خانم شده قرمزی؟ ببخشید کجا تشریف میبرید؟ جلسه ما تموم نشده خانم. شما پول دادید بابت این جلسات. کجا میرید؟ خانم شده من برم جنگل خطرناک مراقب. نه تو چرا؟ اینم تو گفتم برو کنار ببینم. اونم برو کنار. ببین تو اگه مشکل داری دوات پیش منه ها. راست میگی؟ آره. ببین من یه چیزی دارم خب به تیر چراغ برق بدی اینجوری میشه. دروغ نگی. نه دروغم چیه؟ خب بیا کمکم کن بریم. فقط من اینجوری سختمه. وسیله نداری؟ سفینه دارم باش میریم فضا. بقیه کجا رفتن؟ همه رفتن فقط من و شما موندیم. خب ختم جلسه رو اعلام می‌کنیم. بذار من انگشتمو نشونتون بدم بعد با هم ختم جلسه رو اعلام می‌کنیم. نه عزیزم نیازی نیست. نه من نشونتون بدم شما نمیدونید. نه گفتم نه نمیخوام ببینم. چرا؟ نه یعنی نه. چرا؟ نزدیک من نیاد. گفتم نمیخوام ببینم. شما میخواین انگشت منو ببینید؟